هم کار کنم. یه سوال دارم. جانم. چی میزنی؟ عشق. نه اصلا خارج از این چیزا. کسی که یه خود شهری میشن یا مردم میشناسن 3 تا جمله میگن، یا میگن معتاده، یا میگن دیوانه است، یا میگن بد اخلاقه. با پژمان جمشیدی چه سنمی داری؟ و پیش بینی کردم که ایشون بازیگر خوبی خواهند شد. گفتم توی مهمونی بوده شما خانم صرف کاریانی گرفتم. خیلی بدم میاد از جواب دادم به این سوال بعدی. مهمونی رفتین نرفتین؟ چون پایینی اومده گفته در جریانه. خب سند بکنم دیگه عزیزم، هر کسی هر چیزی ممکنه بگه، شنونده باید آخر بشه. اولین باری که عاشق شدم از پسر همسایه‌مون خیلی خوشم میومد، ولی روم نشد که بعد از تئاتر بایستم و صحبت کنم. الان یکی از مطرح‌ترین چهره‌های سینما و تئاتر هستنشون. آقای مهران مدیر.